ECU CIX48 داریم با سیستم ایموبیلایزر ICU2. میخوایم عملیات تعریف سویچ رو روی تستر روش انجام بدیم. نکته بسیار مهم اینه که تگ ICU2 تگ استت، یعنی شما اگه خواستید تعریف سویچ انجام بدید باید از تگ استت استفاده بکنید. من این تگ استت رو میذارم داخل ترانسپوندر جهت عملیات تعریف سویچ زیمنس و زیمنس CIM. کد سویچ 374 A هست. این کد رو یادداشت میکنم، میام وارد گزینه A بیابی میشم، سیستم ضد سرقت. اینجا ضد سرقت من ICU2 و استت با هم هستن. میام وارد میشم، سویچ بازه. توی قسمت پارامترها کلیدهای تعریف شده، یه دونه کلید تعریف شده. حالا ما میایم عملیات خام کردن ECU با ICU انجام میدیم و بعد عملیات تعریف سویچ انجام میدیم. این زمانی هستش که شما بخواید کلید قبلی از حافظه این خودرو پاک بشه، اما اگه خواستید کلیدهای قبلی حفظ بشه دیگه نیاز به پاک کردن حافظه نداره و شما فقط میای عملیات تعریف کلیدا با اون کدی که سرچ کردید میخونید. پاک کردن حافظه رو میزنیم. سویچ رو بسته، مجدد باز. پاک کردن حافظه انجام شد. حالا ما میایم و اینجا تعریف کلید رو انجام میدیم. اگه تعریف کلید ما خام بود یعنی نو بود از گزینه کلید خام، و اگه تعریف کلیدهای قبلی خواستید انجام بدید از کددار میتونید استفاده بکنید. تا 5 تا کلید میتونید واسه این خودرو تعریف کنید. یکی هم تعریف بکنید هیچ اتفاقی نمیفته، چراغ ایمو هم چشمک نمیزنه. الان تعریف کلید من انجام شد. روی کلید پنجم من الان اینجا ست شد. خب زمانی که این کار انجام شد من باید یک بار تعریف ECU و ICU انجام بدم تا خودرو روشن بشه، یعنی لرنینگ ECU و ICU باید انجام بدم. تعریف ECU انجام شد، سویچ ها میبندیم و باز میکنیم. تعریف ICU هم میایم به همین شکل انجام میدیم. ECU هم انجام شد، سویچ ها میبندم، باز میکنم، از برنامه کامل خارج میشم. دقت داشته باش، سوکت دستگاه دیاگو بکش، یک بار سویچ ها باز و بسته کن. اینجا عملیات به اتمام رسید. میتونید ECU و ICU روی خودرو ببندید و ماشین رو روشن کنید.